به حبوباتی که از شب قبل خیس خورده مثل نخود، لوبیا سفید، لوبیا قرمز و لوبیا چیتی، اینا رو مجبوریم زودپزی کنیم دیگه اینجا چون پخته نمیشه. برنج و عدس هم باز از شب قبل خیس شده، اینا رو جدا توی ظرف بزرگ میذاریم بپزه. برنجش نیم دونه باشه خب بهتره. یکی دوتا چوب دارچین هم میندازیم. گوشت گردنه و راسته بلغوری که از قبل خیس شده اینم میذاریم برای خودش جدا بپزه. ماشم مثل بقیه حبوبات خیس خورده و میذاریم بپزه. این مثلا جان زردچوبه، فلفل سیاه، آویشن، فلفل قرمز، پاپریکا، زیره. اینم ادویه های گوشته. پادرچم تو چطوری؟ سبزی شامل تره، جعفری، اسفناج، شوید، ترخون، مرزه. خب اهواز بودیه دقیقه 100 دفعه میخوای بگیری؟ آره چی آجی؟ آبه آب جوشت کو؟ لبه اینجا کلنش نیست کلنش اینجا باشه تو درونه مرا خیلی من نبوده با همه کارم من سکترم جنن هم فلفل قرمز، زردچوبه، فلفل سیاه میریزیم، نعنا. خب حالا اینم بریم به آشمون اضافه میکنیم. یه شهر رو من کلیش نمیشه میدونی چرا؟ هر چیز حرفای کوچیک کوچیک